سلام، صبح بخیر. الان ساعت 8 صبح، 8:40 البته. من ساعت 7 بیدار شدم و صبحونه خوردم و جورنال کردم و مدیتیشن کردم و الان وقت باشگاهه. امروز روز آرومیه. خیلی کار دارم، نه اینکه روز آرومیه، ولی از این نظر که سر کار ندارم و امروز یکی از کلاسامو نمیخوام برم. 2 تا کلاس دارم، یه دونه ساعت 12 تا 3، یه دونه ساعت 3 تا 6. هفته پیش من هر روز سر کار بودم به خاطر یه درامایی که پیش اومده بود، حالا غیبتش رو باهاتون میکنم. واسه همین هر روز من با هم میرفتم سر کار، واسه همین نرسیدم هیچ کاری، هیچ اسایمنتی انجام بدم. حالا امروز یکی از کلاسام اولیه که خیلی مسخره است و نمیرم، جاش میخوام بشینم اسایمنتمو انجام بدم. الانم میخوام برم باشگاه، میخوام که بالا تنه بزنم. No need to guess, no riddle. I felt blessed when the flex went civil. And this year, man, I wanna see it triple. Pray more, say less, that's official. It made me walk or the talk like it's minor. One call and it's lighting my eyes up. You thought Gucci would bless your life up. My kinda drips from a different designer. New style and I love it. Man, are getting off quick with the cuzzy. When they set new heights, we fly above it. It's a miracle, you see the way it's hit the ground running. He don't set my pace, no enemy. No, one time flex on that bass and melody. Oh, that's my life, that's right, that's elevate. I'ma be a blessing, right, for the legacy. I'm blessed. One more time. Too real, this ain't metaphoric. I'm blessed. One more time. I need you. Yeah. Like, I put a blessing on it. Too real, this ain't metaphoric. We just put the I in iconic. Buzzing like I'm electronic. Yeah, I put a blessing on it. See me dripping in it 24/7 on it. I'm just being honest. Holy water dripping from my neck to my crop. So I'm two-stepping on it like new style and I love it. Man, are getting off quick with the cuzzy. When they set new heights, we fly above it. It's a miracle, you see the way it's hit the ground running. He don't set my pace, no enemy. No, one time flex on that bass and melody. Oh, that's my life, that's right, that's elevate. I'ma be a blessing, right, for the legacy. I'm blessed. One more time. Too real, this ain't metaphoric. I'm blessed. One more time. I need you. No need to guess, no riddle. I felt blessed when the flex went civil. And this year, man, I wanna see it triple. Pray more, say less, that's official. It made me walk or the talk like it's minor. One call and it's light in my eyes. Oh, that's my life, that's right, that's elevate. I'ma be a blessing, right, for the legacy. I'm blessed. One more time. I need you. ببین، برای بار 100 دارم اینو ضبط میکنم چون که میکروفونم یهو قطع شد. امیدوارم الان صدا رو بگیره. آقا من رفتم الان باشگاه، اومدم خیلی بار تنه آتیشی زدیم امروز، خیلی خفن بود تمرینش. حالا الان اومدم و صورتمو شستم و پروتئین و اینامو خوردم و موهامو بستم و
یه ذره آرایش کردم که همین کمی رنگ و لعاب داشته باشه صورتم، همین که موقع رفتن کلاس دیگه وقت نذارم واسه آرایش کردن، الان آرایشمو سریع بکنم. بعد اینکه الان یه 2-3 ساعت وقت دارم که سمپلامو ببرم. 4 تا سمپل باید 5 شنبه تحویل بدم. من یه دونه‌شم هنوز انجام ندادم، تازه من میخوام ببرمشون. خب واسه همین امروز فردا باید فقط بشینم سر پای اون. همین دیگه، واقعا حرف دیگه ای ندارم. نه حرف دیگه ای ندارم فکر کنم. گفتم که میخوام براتون غیبت کنم. آقا سر کار خب یه دختری بود، یه شخصی، حالا نمیخواد خیلی بشه که گفتم دیگه یه شخصی بود، حالا ما اسمشو میذاریم چی، اسمشو میذاریم مثلا اسمشو زهرا. ایرانی نبودا، همینجوری دارم اسمشو میذارم زهرا. خیلی آدم بی‌مسئولیتی بود، هیچ کاری نمیکرد رسما سر کار و این زهرا سوپروایزر بود و هیچ کاری نمیکرد، مخصوصا وقتی چشم مدیر مغازه رو دور میدید. بعد از اون روز اول همه دنبال این بودن که این زهرا رو یه جور بندازنش بیرون، چون مثلا بر خودش از توی صندوق پول چنج میکرد مثلا، که تو نمیتونی این کار بکنی، اجازه نداری، یا لحظه آخری شیفت کنسل میکرد. من مثلا 1-2 بار شده بود به خاطر اینکه این لحظه آخر شیفت کنسل کرد 12 ساعت بیشتر سر کار موندم. خیلی هم اخلاقش بد بود، همیشه مشتریا شکایت داشتن که چرا انقدر اخلاقش بد رفتاری میکنه با ما و اینا. خلاصه یه روز ما سر کار بودیم، من بودم و یه نفر دیگه دستیار مدیر، و این زهرای قصه ما مسیج داد، گفتش که من دیروز یه شالیو که میخواستم بخرم برداشتم بردم خونه ولی یادم رفت پولشو بدم. که خب مثلا ما همه اینجوری بودیم که این چی که یادت رفت پولشو بدی، مگه میشه تو یه چیزی برداری بری خونه و تازه رسید خونه بگی من پول اینو ندادم. پرسید که میشه شما پولشو بدید و خب ما اینجوری بودیم که یعنی چی، اصلا تو که اجازه نداری همچین کار بکنی و اینا. و دستیار مدیر مغازه زنگ زد به مدیر مغازه و گفت همچین اتفاقی افتاده و مدیر ما هم برگشت گفتش که آقا بیایید دوربینا رو چک کنین، چون این اتفاق اصلا جالب به نظر نمیاد و قضیه بوداره و فلان و اینا. آقا ما دوربینا رو چک کردیم و دیدیم که زهرای قصه ما این شالو اولا اینکه تا یه مدت طولانی توی کمد شخصیش قایم کرده بوده که تو اصلا حق این کارو نداری، نمیتونی وقتی یه محصولی و پولشو ندادی برداری بذاری تو وسایل شخصی. اون روز اینو از توی کمد برمیداره، تگشو دزدگیرشو میبره و میندازه دورش، روش کاپشن میپوشه، زیپ کاپشن رو میکشه بالا، میره خونه. حالا این داستان اصلی بوده و این میگفته که من یادم رفته پولشو بدم، که تو خب اگه یادت بره پولشو بدی دلیل نداره قایم کنی، اونو میخوای ببری دیگه، درسته؟ 2 روز بعد که برگشته بود مغازه همه بچه‌ها میگفتن اگه میخوای بیا الان حساب کنی، بیا الان مثلا ما حساب کنیم برات تو فلان و اینا، بیا پولشو بده، و این هی میپیچون. ولی همون روز از HR بهش زنگ زدن و بیرونش کردن و اخراج شد. خلاصه داستان این بود. بعد چون این اخراج شد یه عالم شیفت اضافه داشت که خب به جز من کسی دیگه نمیتونست برشون داره و من مجبور شدم همه رو بردارم. واسه همین من هفته پیش کلا سر کار بودم. حالا این هفته باید بتونم توی سیلی از اسایمنت ها سروایو کنم. حالا بریم که انجام بدیم و ببینیم که چی میشه. انشالله که تموم میشه. یه کلاس دارم 3 تا 6 میخواستم اونم نرم ولی نمیتونم. یعنی میتونم ولی دلم نمیخواد چون استادمو خیلی دوستش دارم. واسه همین میخوام برم اونو.
تا 8 شبه من معمولا یه ساعت و نیم دیگه میخوابم. ولی گفتم که قبل اینکه بخوابم همین که یکم حواس بستنی کرده بودم برای خودم یه دونه سموتی بول درست کردم، همین که میخوام یه کمی از اون طراحیه که قرار انجام بدم که خیلی وقتم هست انجام نمیدم اصلا، که یه کمی پروداکتیو تر باشه روزم. مرسی که تا اینجا نگاه کردین. سعی میکنم که بیشتر از این به بعد ولاگ بذارم و بیشتر سعی میکنم ولاگ بذارم توی یوتیوب. ولی نظری کامنتی هرچی بود برام حتما بنویسین. همشون رو میخونم. دوستتون دارم. توی ولاگ دیگه میبینمتون. خدافظ.